سلام و درود خدمت همه دوستا. انشالله خوب و صحتمند باشین. بدون شک در ذهن ما و شما این سوال خطور کرده که با وجود از که چندین سال پای هم درخواست کردیم، ثبت نام کردیم در گرین کارت، اما چرا قبول نمیشیم؟ این ویدیو مخصوص شماست. با دیدن این ویدیو سوالاتی که در ذهن دارین همش حل میشه و با دیدن این ویدیو میتونین که درخواستتان به شکل درست و منظم ارسال بکنین تا شانس برنده شدن شما در لاتری گرین کارت بیشتر شود. خب بعد از اعلان نتایج، اولین سوالی که در ذهن ما و شما خطور میکنه این است که چرا قبول نشده. ما در اینجا بعض از نکات خیلی مهمشه یادداشت گرفتیم، امروز شما شریک میکنم تا با هم میره پیش ببریم. و ای که چندین سال پشتر هم درخواست دادیم اما درخواست ما قبول نشده. بعض نکات است که ما یکی یادداشت گرفتیم بر شما میگم. خب نکات مهمشه، یکیش خب موضوع عکس است. عکس دوستا بعض از شرایطش داره، باید او معیارش پوره بکنین. مثلا در موضوع لاتری عکس بسیار مهم است، به خاطر از اینکه در درخواست حواله به شکل ماشینی بررسی میشه. باید عکس با کیفیت باشه و بعض شرایط دیگر که هست، این که باید عکس با کیفیت باشه، کیفیت بالا داشته باشه. و دومی که سایزش بسیار مهم است، سایز عکس باید 600 در 600 باشه. حجم عکس باید 240 گیبی باشه. این خیلی مهم است، چون اگر زیاد باشه قبول نمیکنه سیستم و اگر کم باشه سیستم قبول نمیکنه. صنع عکس هم خیلی مهم است، چون عکس های که اضافه از 6 ماه ازش گذشته باشه او را ممکن سیستم قبول نکنه. و نکته دیگری که خیلی مهم است، پس زمینه عکس باید سفید باشه تا چهره به شکل درست منظم معلوم شود. و عکس ما باید از روبرو گرفته شود تا صحیح چهره تشخیص داده شود. و موضوع بعدی نوعیت عکس است که کدام عکس ها را سیستم قبول میکنه، که اینجا بعض عکس ها را ما به طور نمونه بر شما نشان میتم. این عکس ها را سیستم قبول میکنه و عکس هایی که درست است شما کوشش کنین همین قسم عکس ها را آماده بسازین. همچنان ما یک لینک دیگر را به خاطر از اینکه شما مطمئن شوین در کامنت یا در دیسکریپشن ویدیو میمونم که عکستان رو میتونین اپلود بکنین. اگر سیستم قبول کرد و سایت قبول کرد پس میتونین درخواست بدین. این دو عکس یک است بنابر مشکلاتی که داره. عکس اول که است پس زمینیش خیره است، عکس سوم که است سرش پایین است و روبروی کامera ندیده. عکس سوم که است عکس قبول شده ای است که سیستم را قبول میکنه. و عکس چهارم بنابر اینکه از کامera خیلی دور است، فاصله بیشتر داره و سیستم را قبول نمیکنه. و عکس پنجم هم همین قسم عکس منظم است، چون بک‌گراندش سفید است و چهره به طور کامل واضح معلوم میشه. ثبت نام تکراری بنابر این که از بعض دوستا اینترنت ضعیف می باشه یا مشکل براوزر می باشه، گاهی اوقات او را ارسال میکنه به تصویری که ارسال نشده چند بار او را ارسال میکنه. همین باعث میشه که چند بار در سیستم ثبت شود. در این صورت با شانس برنده شدن کمتر میشه. نکته دیگه واجد شرایط نبودن است که اینجا یکی که او را ذکر میکنم، شما او را در نظر بگیرین حتما. خیلی ها نظر به سن و تحصیل واجد شرایط نیستند. خب مثلا بعض افرادی که کمتر از سن 18 سال سن دارن اما به شکل انفرادی ثبت نام میکنن، این اشخاص باید
به شکل فامیلی ثبت نام بکنه چانسش بیشتر است. و کسایی که اضافه تر از 21 سال سن دارن اما به شکل فامیلی ثبت نام میکنن، این اشخاص چانس برنده شدنشان کمتر میشه یا باید به شکل انفرادی ثبت نام کنن. موضوع بعدیش که نداشتن دیپلم 12 است یا بالاتر از او، در این صورت حداقل باید تجربه 2 ساله داشته باشه، تجربه کاری. در این صورت سیستم قبول میکنه و البته بعد از پروسس مرحله اولش است. اطلاعات نادرست ما گاهی اوقات ما متوجه نمی باشیم در وقت ثبت نام، اما اطلاعات نادرست باعث میشه که ما واجد شرایط نشیم یا قبول نشیم. در ذکر تاریخ تولد ما را باید به شکل مکمل تایپ بکنیم با صفرهایی که هست، با ماه، سال، روز به شکل مکمل باید او را تایپ بکنیم. گزینه بعدیش سطح درجه تحصیل است و جنسیت. در زمانی که درخواست میتین خیلی متوجه باشین. و گزینه بعدیش انتخاب کشور است. انتخاب کشور خیلی دقت بکنین. نکته آخر و خیلی هم مهم، ای که همه چیز درست بوده اما چرا قبول نشده، یا ای که باید از طریق یک دفتر ما میرفتیم این ثبت نام انجام میدادیم، اما ثبت نام انجام ندادیم، یا ای که باید در یک عکاسی میرفتیم عکس میگرفتیم و همچون سوالات در ذهن ما و شما خطور میکنه. و یا ای که از اینکه مدرک تحصیلی نداشتیم قبول نشدیم، یا ای که متأهل بودیم ولی انفرادی ثبت نام کردیم قبول نشدیم، و یا هم از اینکه تابع اتباع افغانستان هستم قبول نشدیم. این موضوعات نیست. و رسیدیم به بخش نهایی، ای که ما شما همه میدانیم که همه سال در حدود 55,000 لاتری اعلان میشه که سهم افغانستان در حدود 3700 نفر هست. و ای که شما میدانین که اضافه تر از 1,000,000 یا کم بیش حتما درخواست میدن و 3700 نفر چانس دارن. و تشکر میکنم از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. با امید موفقیت و چانس خوب براتون میخوایم.